باور میکنه برادرای عزیز، باور میکنه برادرای عزیز، اینمی دلونا زمانی گشنگی ها در دورای همی گشنگی سالای کودکی ما در چندین اویله ها را کمک رساندگی و چندین اویله ها ای حساب همین شده زندگیشون همون وقتا پیش بردگن و فرزنداشون در نان و آب و روغن و گفتی همون گپا مایده و چایده شون ای حساب پولی هنمی دلونا میخریدن. مردم ده جا بسیارش میدونن این چیزه. امی لیش بی من خودم وقتی که کودک بودیم ای مکتب می اومدیم می برآمدیم می رفتیم کوه ها همون تپه های کوه ها پشتای همون طرف خودم ما شهر وحدت دیگه سیمیگنجم می رفتیم دلونا می شپیدیم می چیندیم می آوردیم شبی دراز خانگی ها اوچم اینا اپم اینا خانگی ها خودم همین را حمل می کشیدیم. همین خیلی حمل می کشیدیم گفتی او گپا بازار سحر تاریک بروز با بازار می بردم می فروختم تا وقتی مکتب اومدن میفروختم با میگشتم میومدم مکتب درس ما میخوندم با بعد درس با میرفتیم کوه همینا میچیندیم. باور میکنی همین دلونا را داج دانه شد از زمین غلطیدن نمیموندیم. مردم قشلاق میدونن این چیزا همین چیزا حاضر در ده ها من همین نوای تاجیکستان اومدم خودم باور میکنی در ده ها دیگه همین اكو یگان کس نگاه نمیکنه همین خیلی ریختگی زمینا دخوای یک کس نمیچینش که مثال برای یک جا قاقش کنه و چی کنه ای حساب چی ای حساب تنجی ای حساب زندگیشون خوب رفته سه تنجان دیگه مردم همین چیزا بینوبت نمیگیرن. لیکن همین چیز وقتش تا خیلی مردم اسپاسات کرده خیلی مردم اسپاسات کرده باور کنی ها من نمیخوام بیا یگو ولی بیا مایل بیا سیون که میکنم فهمیدم با سر من اومدم برادرای عزیز وقت من در بوری دلونا بسیار گاز دادن نمیدونم خیلی با سر اومدم میکشم. بیایم برادرایی که در پیتر هستن اینا در روی هر یا استول سوغاتی های وطن همی دلونا و مایده و چایده و چیز چورا آوردگیم در همی کافه من خورتابخانه اسماعیل توجیک دا آورده موندگیم. بیاین چشم برادرای عزیز دونگی غولینگ اینا با دایجاش دلونای سرخک و سیاهک و سنجیت و همش هسته برای همی چشیدن و برای مردم غریب آوردگیم همه چیزا. من پیش مدام اومد میکشم کامera را просто من گپای بسیار گفتنی بدم خیلی که هم قش بسه. اینا سوغاتی های وطن کنی سوغاتی های وطن کنی اینا سوغاتی های وطن در روی استولای کارخانه من بروارگیم هر کدام که بیایا این اینجا چینی در کاری خودش خورده مسته اینمی اسارتیش کردیم سانجی دلونا و دلونی سرخک میگیم و اکنه میدونن در بعض جا چی میگن این چیزه چوماز غولینگ همش در روی استولا موندگی. بیاین کدامتون که میبوی وطن یاد کرده باشین این قرطاخانه اسماعیل توجیک میبیاین آدرسو سانت پتربورگ مترو پریمورسکی ژلезноводسکی 68 میبیای ای میبوی و میخیزی میری با گفتی هم گپا که خماری دلونات گرفته باشه خماری دلونات هم اشکنی سنجیت هم هسته غولینگ سه و چوماز همش هست. الان نگابون تو مردم بیای مردم پیتر قرطاخانه اسماعیل توجیک خودم اومدگیم در همین جام کار کردم. بیای همه تا انتظار روزای نزدیک انشالله یا عکس گیزاله میشود جدت کنین.